شاید این کثیف ترین ویدیویی باشه که من دارم میگیرم و این واقعا کثیف. سلام دوستان عزیزم، خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم که حالتون عالی باشه. بنده حسین دیدی هستم. تازه ویدیوامو شروع کردم به زدن، یعنی به ویدیو زدن و اینکه یوتیوبم تازه شروع کردم و امیدوارم که با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. در این ویدیو قراره با هم دیگه بریم آپاراتورهای عزیز که نه آپاراتورهای دوست داشتنی هم که نه آپاراتورهای گلمون رو اذیت کنیم. امیدوارم که از ما ناراحت نشن. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. این ویدیو رو هم با جاوید نامایی که تو دیما رفتن برای آسایششون شروع میکنیم. امیدوارم که خانواده هاشون در قدری از اون غم ما رو شریک بدون. بریم سراغ ویدیو. Let's go. من دیشب الان ساعت 11:22 خب من دیشب تقریبا یه 20 دفعه امتحان کردم که بیام و ضبط کنم و امیدوارم که اینترنت این دفعه منو چیز نزنه، میدونین، اذیتم نکنه. ما کارمون رو از استریمرهای تازه کار شروع میکنیم، استریمرهایی که تازه دارن در حال پیشرفتن. میگردیم دنبال سوژه. بابا یارو با این ریش نشسته داره فری فایر میزنه میاره بالا. اینترنت چرا امروزم گوهه؟ یعنی زمانی که تو ایران جنگ شد من دیگه اینترنتم خرابه دیگه. حاجی آپاراتو بمباران کنی، گاوی خسته در شریف سانست. چی داره بازی میکنه؟ 5000 نام شما. یه جمله گنگ بگو که سوسماس شه. دونیتو زدم براش، الانم خورد. خب دونیت خورد. بریم چی میگه. دونیت میاد دیگه برات. من دیروز اصلا برای 10 نفر دونیت کردم. دونیت؟ تو رو خود شوخی نکنی. پشمام چقدر داره چیز. وای خدایا نگران نباش 5 تومن. حاجی داره قلبش میتره که وای چقدر دونیت شدم. وای نه الان مثلا میخواد عادی جل بده که بله ما دونیت هامونو میشیم. چقدر نوبی برادر. الان تو من پاپچی باز برو داش برو دونیتو بخون برادر. میشه دونیتو بخونی؟ به رسم ادب ما بریم یه جا بیستیم دونیت بخونیم. ایول باریکلا نکن. این یه چی میشه، بقیه همتون هیچ گوهی نمی. خفشو گرخیدم خرکوس. حاجی ما وسط ویدیویی اگه خط بکشیم خط قرمز دیگه خلاف نکن به داد و هرگز. مرتی که برو دونیتو بخون. بذار من یه دونیت دیگه هم بکنم. بخون. اینو میپذیرم باته. مرسی دونو زهر ما 10 تومن من دونیت زدم سر تو. یا من آدم من چند دقیقه معطل موندم. 17 دقیقه از جایی که من یه رقم اصفهانیه من باید بمونم و این دونیتو بخونه. زهر ما. حاجی برو بخون دیگه، از پاپچی بدم میاد. وای برو بخون. نشستم به در نگاه میکنم، دری که آه میکشه. مگه داریم نه فایتی نه شلی که همه وایستادن میچرخن که هدشات بشن؟ راست میگه دیگه. ایول خور دونیتو بخون. انتر. بالاخره ایول. رابرت گوتومیاندی خب یه جمله گنگ بگو که سوسماس. آقا اولا ممنونم ازت واسه دونیت اینا. بگو سیاسفید چه جمله سوسماسی بذار یه چیزی فکر کنم. اگه آماده ای بگم. آقای گوتومیاندی من آمادم. بگو. میگن که تو هر جای این کشور بگی رو اشاد همه میفهمن کیو میگی. تو هر جای این کشورم بگی ریدم تو قبرش میدونن کیو میگی. سوسماس. ترین استریمر آپارات با افتخار اعتماد به نفس تو رو داشتم. من الان بارسلونا بازی میکردم. بابا باریکل. سر ایشون چی بچینیم؟ سر ایشون بادم جون گنگ 10 تا بشید پاشو برو 100 دونه انجام میده. خدا انجام میده میزنم 100 دونیتو زدم براش. برم میگیره. آقا بچه‌ها ببین استریم بعدی میخوام به 6 نفر ساب هدیه بدم. میشه 600 تومن هزینه. از جیب بابام. داش نکن تو رو خدا، به جیب بابات رحم کن. واقعا میگم داداش تو ببین دقیقاً اگه من بخوام الان حساب کنم سر جمع تو الان 20000 تومن دونیت نداری. داش نکن. سلام خوشمند. آقا گفتش 10 تا بشین پاشو بیا. منو 5 کرد من بعد نگم. چیز کرد دونیت هم رفتی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
آخری خورد ببین حاجی، آخرش خورده چیز دلم سوخت برای. خب ما از اونجایی که ریالو نگفته بودیم ریالو میگی و اینکه واقعا من کثافتم. اینم که خوندم یه رفرش از اتاقتون نشون بده. دونیت نمیخوره نه بادم جون ریالو نگفتم. 26 بازم مرسی واسه 10,000 فاکینگ دونیشن. 20,000 ریالو نگفتم. دهنت سرویس زد ریالو. میدونم من آدم کس. لازم نیست بگی بریم پایین تر. وای حاجی این چقدر تاریکه حاجی من به خیلی اینو میخوام اذیت کنم. واقعا از سر این یه ایده وحشتناک دارم. اوکی بزن 1000 دونیتش میزنم. سر این چی میخوام بگم که که 100 تا بشید پاشو برو 200 دونیت. وای حاجی چه صداش لگه. اسکن کنی خب اینجا بذار. آها ساعت بشین باشه 200 100 تا داشت. من یارو اومدم گفت چیزا آها پاشو یه بر پاشو مرسی واسه 1000 تومن نمیدی. من هیچ حرفی ندارم. من واقعا هیچ حرفی ندارم. آپارات را بمباران کنید لطفا. برای امروز بسه حاجی. من برم برای امروز بس. ساب کنید امروز بس.